مقامات افغان میگویند که کمک هند در بخش عرضه خدمات صحی و وارد کردن دوا از این کشور نقش مهم دارد و با شرکت‌های هندی جهت بهبود این پروسه کار می‌نمایند. برخی مقامات افغان و مسئولین شرکت‌های دواسازی افغان و هند که روز چهارشنبه در نخستین نمایشگاه طبی اشتراک کرده بودند، تاکید ورزیدند که اینجا سرمایه گذاری و کمک هند در تداوی معیاری برای کاهش مشکلات مریضان کمک می‌کند. قربان حق جو رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید که از طریق این نمایشگاه تلاش ورزند تا پل مشترک را در بخش صحی میان دو کشور ایجاد نمایند. چطور میتونن که سرمایه گذارای افغانی ما از تجارب بسیار خوب و با استانداردی که هندستان در بخش سکتور صحت دارد استفاده بکنند؟ چطور ما میتونیم که یک شراکت تجارتی را پیرامون راه اندازی سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد شفاخانه ها میتونیم که مشترکاً بین هندستان و افغانستان فراهم بکنیم. در این نمایشگاه 120 کمپانی افغانی و بیشتر از 10 کمپانی هندی اشتراک داشتند که برای 4 روز ادامه پیدا می کند. این نمایشگاه در حال از سوی کمپانی‌های صحی افغانستان و هند برگزار می شود که در این اواخر واردات دوا از کشور پاکستان کاهش یافته است. چند قبل اتحادیه شرکت‌های دواسازی واردات دواهای پاکستانی را منع قرار داده و حالا گفته می شود که واردات دوا به افغانستان 40% کاهش یافته است. از سوی دیگر در حال بالای کمک‌های هند در بخش صحی تاکید می شود که بیشتر مریضان برای تداوی به هند می روند و از تشخیص نادرست و دواهای بی‌کیفیت در افغانستان شکایت دارند. سفیر هند در کابل میگوید که در بخش صحی روابط افغانستان همانند روابط مردم هر دو کشور مستحکم است. آقای امرسینا بالای سرمایه‌گذاران و کمپانی‌های دوای کشورش تاکید کرد که دواهایی که به هند ساخته می‌شود به افغانستان هم صادر شود. مشوره ما برای صادرکنندگان دوا به افغانستان این است که افغانان را تنها باعث دوست نبینند که به دوا ضرورت دارند و دوا صادر کنند. باید هزار نگاه توجه داشته باشند. تنها مشوره ما این است دوایی را که به کشور خود تولید می کنند به افغانستان نیز از همان دوا صادر کنند و این را باعث افزایش تجارت می شود. در همین حال شکایاتی وجود دارد که تاجران افغان برای منافع خود به کمپانی‌های هندی فرمایش دواهای بی‌کیفیت را می‌دهند. مسئولین بخش صحی می‌گویند به خاطر تشخیص نادرست و دواهای بی‌کیفیت به مراکز صحی در افغانستان مراجعه نمی‌کنند. گفته می شود که این موضوع باعث شده که سالانه $30 میلیون پول از افغانستان خارج می شود.